وقتتون بخیر، وقتتون بخیر. سال نوتون مبارک، سال نوتون مبارک باشه. یه سوال ازتون دارم. خواهش کنم زنده باشین. حالا اجازه بدین من یه به نظر شما ما مشکلات زیاد داریم، این همه میدونن، مشکلات اقتصادی وجود داره، گرونی که همه هست. با این وجود میخوام بدونم که آمریکا تونسته تو این چند سال ملت بزرگ ایرانو به زانو در بیاره یا نه؟ نه خیر، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. میدونی سرا آمریکا ما الان خودشفا شدیم، چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ اینا همه این گیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودجفا شدیم. این گیرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل. اون خانم هم که طرفدار شاهه، برم گمشن. اون با آره من ابن چیه؟ حالا هر کی اظهار نظر خودجفا شدیم. ما در حال کل جهان از ایران حساب میبرن، رو پای خودمون وایسادیم، مثل شاه وابسته نیستیم. فهمیدی؟ به خاطر همین ما الان توی درست یه خود جیرونی هست، اون خانم و اینا این لخت و پتی اینا رو ولش کنه حرفاشو. از من بپرس، حزب اللهی هم بچه تبریزم، زمان جنگ خدمت کردم، اینا رو ولش کن. به خاطر که وطن من خودم زمان میخواد کارت ایستادم نشون بدم. قبولتونه، دستتون درد نکنه. زنگ خدمت کردم. میدونید چی شده، چی کار کرده بود؟ کل دنیا ایران زنجید، همه گیرانی‌ها زیر سر آمریکا، اسرائیلی. تمام شد و سلام. یه خوردم این دزداره، این 3000 میلیارد اینا مسئولین اصلا تقصیری ندارن. یه عده دزدن، این بیچاره روحانی‌ها چیکار کنن؟ یکیش همون چیه، رئیس بانک صادرات فرار کرد کانادا، اون دزدو کرده. به خاطر چه؟ خیلی ممنون.